درآمد داره ولی پولشو باز من میدم. دروغ نگفتم. محل تولدشونه؟ معنای وحشی بافری ضربان قلب من تون میزنه. وای سلام، اینجا پشت صحنه زوجینوه. من امیر حسینم و این شما، این مجری برنامه باربد بابایی. باربد جان، مردم آقا اینو کات بزن بریم نمای بعدی. باربد بابایی. سلام به همه عزیزانی که تصویر من الان میبینن. ما در پشت صحنه مسابقه زوجینو هستیم. اولین قسمتی که داریم برای پخش ضبط میکنیم و امیدوارم برنامه خوبی بشه، شما دوست داشته باشین. بچه‌ها تو صحنه دارن تمرین میکنن با تماشاچی عزیزمون. بریم. خب با باربد بریم استدیوی خوشگل برنامه رو ببینیم. خیلی خوش آمدید. سلام به شما عزیزان. خیلی خوش آمدید به اولین قسمت مسابقه زوجینو. خدا رو شاکرم که در اولین قسمت برنامه ما مصادف شده با آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مطمئنم این اتفاق مبارک خیر هست برای برنامه ما که بتونیم لحظات خوبی رو در شب‌های متمادی کنار شما داشته باشیم. ما قراره از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 8 مهمون خونه شما عزیزان باشیم. قراره زوجهای جوون بیان، کلی باشون گپ بزنیم، کلی خوش بگذرونیم کنار عزیزانی که در صحنه هستن، خانواده هاشون هستن و آیتم های جذابی که رفقای کاربلد من طراحی کردن که فکر کنم خیلی خوشتون بیاد. بنده حقیر باربد بابایی تمام تلاشمو میکنم که این برنامه لحظات خوبی رو برای شما ایجاد کنه و همکاران پشت صحنم با تمام قوا ماهاست کار میکنن که امشب رو با شما آغاز کنیم. به افتخار خودتون. عیدتون مبارک. تا باربد جان داره با تماشاگر چاق سلامتی میکنه، بریم ببینیم توی این قسمت قراره چه اتفاقایی بیفته. آماده اید شروع کنیم؟ پس به افتخار زوج اولمون. ماشاءالله خوش آمدید. بفرمایید خواهش میکنم. زوج اولمون تشریف آوردن و میخوایم بدونیم قصه زندگیتون چیه. ما از وقتی که ازدواج کردیم خیلی کارا میخواستیم با هم دیگه انجام بدیم، خیلی آرزوها داشتیم که بهش برسیم، خیلی هماهنگی با هم کرده بودیم، ولی خب تا ازدواج کردیم یه تا به خودمون جنبیدیم، یعنی فهمیدیم چی شده. کرونا اومد و آره دیگه همه چی دمدمای کرونا ازدواج کرد. ولی خب کرونا اومد باعث شد یه ذره کارهایی که می‌خواستیم بکنیم عقب بیفته. یه چیزای خیلی بدی داشت ولی خب یه چیزای خوبی هم داشت. مثلا علی خیلی کمکم میکرد تو خونه، همراهی میکرد. بیشتر از اینکه مثلا همسرم باشه دوستم بود. بعد دیگه با علی گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد من بهش گفتم چیکار میتونم برات بکنم که از اینجا به بعد زندگی واسط خوب باشه. خب گیر کرده بودیم تو خونه، نمیتونیم سفر بریم نه جایی. بعد گفتم من یه سری کار هنری بلدم، کمکم کن حداقل بتونم یه کاری بکنم که اینقدر تو خونه نمونم که دارم اذیت میشم و اینا. بعد رفتیم ما هم دیگه لوازمش رو گرفتیم، جاشو جور کردیم، کمکش کردم، راه انداختیم. بعد الان موفقم شده، خیلی براش خوبه. یعنی یک کسب و کار خانگی ایجاد. آره سرمون هم گرم. یعنی میگم اینجوریه که وقتی یه مشکلی پیش میاد اولش خیلی ترسناکه، میشه از اون یه وام بگیری، یه نقطه قوت پیدا کنی که بتونی یه زندگی جالبتر تو همون راه درست کنی واسه خودت. دقیقاً. و اینکه ان شاءالله این ویروس تموم شه، کرونا تموم شه، ما بتونیم
به همه آرزوهامون برسیم انشالله. پس شما 10-11 ماه ازدواج کردید. دقیقاً. آره دیگه، یه چند وقت دیگه دقیقاً. میشه 11 ماه. بسیار عالی. به افتخارشون خواهش میکنم. به افتخار زوج دوممون خواهش میکنم. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. بفرمایید. خوش آمدید. بسیار عالی. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. و قصه زندگیتون رو برامون تعریف کنید. کوتاه مختصر. عرضم به خدمت شما که خب من دانشجو بودم، مثل همه دانشجوهای دیگه، شاید مثلا 8م گروه 9م بود. دوست داشتم یه استقلالی داشته باشم. خب به ازدواجم فکر می‌کردم. واقعا هم همه کار کردم، یعنی تا جایی که میشد تلاشمو کردم. راست میگه، همه کار کرده. از ساعت فروشی، خبرنگاری، تو بازار پارچه فروشی، اصلا همه دیگه. تو همه خانم یه لحظه اجازه بدید، من شما صحبت کردین یاد کارتون فوتبالیستا افتادم. نه یه شخصیت کرد. شما کار دوبله انجام میدین؟ نه به طور حرفه‌ای. زنده باشید. زنده باشید. بسیار عالی. خب آقا استقلال می‌خواستین، من پرسپولیس و یه چیزی شبیه اینا بود. گفتیم که با 900,000 تومان حقوقی که اون موقع داشتم سال 96 رفتیم برای ازدواج. با 900,000 با تومان. 900,000 تومان. بله. شما خیلی دیگر داشتی. همراهی کردن همه. آخه با 900 تومان اصلا نمیشه همراهی، یعنی از اینجا تا دم این تونل بریم تمامه. خب میفرمایید. آی بابا این همه اینا رو گفتم که بهتون بگم که عرضم به خدمتتون که به خدا توکل کردم. خانواده همسرم خیلی همراهی کردن، پدر خانومم خیلی همراهی کردن، خانواده خودم خیلی کمک کردن. تونستیم یه زندگی رو با هم دیگه شروع بکنیم که حالا خدا رو شکر الان تو این زندگی چه از نظر مالی چه از نظر جایگاه اجتماعی و عرضم به خدمتتون چه اون زندگی عاطفی و عاشقانه‌ای که داریم خدا رو شکر الان جایگاه خوبی است. خدا رو. چند وقت ازدواج کردین؟ یه سال 10 ماه دیگه. شما بیننده های عزیز برنامه هم میتونید از اون چالش های زندگیتون که کلی ازش نتیجه خوب گرفتید یک ویدیو ضبط کنید و با هشتگ چالش زندگی با دیگران به اشتراک بذارید. خانواده آقای بیات، خانواده آقای رجب علی، شروع برنامه زوجینو، کلی اتفاق جذاب. بریم به افتخارشون. رسیدیم به یه آیتم خیلی باحال که میتونه خوب بشه، میتونه لوس بشه، اما قصهش چیه؟ معمولا زن و شوهرها معمولا اینطوریه که بیشتر ایرادات همدیگه رو میبینن. چرا این کار کردی؟ چرا این حرف رو زدی؟ چرا این اتفاق افتاده؟ گفتیم الان زوجهای جوونی که داریم در برنامه‌مون قراره بهمون اضافه بشن و همین عزیزانی که اینجا حاضر هستن ببینیم در 1.5 دقیقه چجوری میتونن از هم راجع به چی تشکر کنن. خیلی وقتا ما خوبی‌ها رو میبینیم اما کلامش رو نمیگیم. قرار دوستان من، خانم و آقای محترم، 1.5 دقیقه از هم تشکر بکنن. اگر 5 ثانیه نتونید جمله رو بگید، همسر گرامی باید بگن و بیرون دوستان دارن جملات شما رو مینویسن و امتیاز نهایی بعد از حضور عزیزان دیگرمون اعلام میشه. اگر موافقین شروع کنیم. 3 2 1 بفرمایید. ممنونم که منو واسه زندگی مشترکمون انتخاب کردید. ممنونم که احساساتت به من واقعیه. حالا بزن. زد. ممنونم که تو مهری آسون گرفتی. ممنونم که مراسم ازدواج خوبی برام برگزار کردی. ممنونم که واسه آشپزی خوب میکنی. ممنونم که ظرف غذاهاتو میشوری میاری. ممنونم که واسم ناهار میذاری. همش تو غذاست. ممنونم که جوراباتو میشوری. چیا رو میشوره؟ جوراباشو. جوراباتو ممنونم که جورابا رو پیدا میکنی میدی خودم میشورم. لو نده. یا تو غذاست یا تو جوراب، هیچ گزینه دیگه نده. بفرمایید. ممنونم که به خانواده‌ام احترام میذاری. قشنگ بود. ممنونم که به خاطر من از خانواده‌ات دور شدی، به خاطر اینکه محل کارم نزدیک باشه. جمله سنگینی. ممنونم که نذاشتی تو دوران قرنطینه کم بوده پدر مادرم احساس کنن. سخت بگذره بهم. ممنونم که کرونا شد درآمدم کم بود، مدیریت کردی درآمدو. ممنونم که با اینکه دستم تو جیب خودم رفته بازم پولای تو میاد تو جیب من.
دستو میکنی تو جیبه؟ نه دست پولاش شما میاد تو شما جیب دستو من. میکنی تو جیبش؟ نه همینجوری میاد. کی دستو داره میکنه تو جیب چی؟ این درآمد داره ولی پولشو باز من میدم. همه این که هزینه‌هاش خانم درآمد داره. شما چیکار میکنید اون وقت؟ همه هزینه‌هاش با منه دوباره. همه هزینه‌هاش من تو جانم. هزینه‌های درآمدش هم با منه. ادامه میدید خواهش میکنم. ممنونم که همش حساب بانکی من خالی می‌کنی. داره کار به دعوا میرسه چی نگید. بله. ممنونم که بهم اعتماد به نفس میدی. ممنونم که با خواهرام زیاد دعوا نمی‌کنی. خب نکته ممنونم که با خواهرام زیاد دعوا نمی‌کنی. یعنی دعوا میکنن ولی کم. ریز. دعوا میکنید با خواهر شوهر؟ نه کلا ریز. 8 ماه اومدن چی وقت 7-8 کردن ماه. اصلا اصلا عروس دامادایی که همون ماه اول کلا میشورن میذارن کنار. نه من اونجوری نیستم به نه خدا. نمی‌کنید این کارو. به افتخارش رو خواهش می‌کنم. من 17 مورد گفتن. بسیار خوب. بفرمایید خواهش می‌کنم. مرسی. ممنون. به افتخار زوج دیگرمون. سه، دو، یک. ممنونم که غذای خوشمزه درست میکنی. ممنونم که جلوی این همه آدم از غذام تعریف میکنی. ممنونم ازت که تو خورشت کرفس رو با سبزی قرمه درست میکنی. ممنونم ازت که هر روز جمعه صبح یه املت خوشمزه بهم میدی. ممنونم ازت که پدر مادر رو احترام میذاری. ممنونم ازت که همیشه جلو پای بابام بلند میشی. ممنونم ازت که مهریه رو کم کردی. ممنونم ازت که همیشه برای پیشرفتمون تلاش میکنی. ممنونم ازت که محیط خونه رو امن و آروم میکنی. ممنونم ازت وقتی شبا میای خسته‌ای تو کارهای خونه بهم کمک میکنی. ممنونم ازت که توی کار بهم کمک میکنی. ممنونم ازت که منو تشویق کردی که کاری که دوست دارم در زمینه دوبله انجام بدم. ممنونم ازت که تو هم کمکم کرده تا بتونیم کسب و کار خودمون رو داشته باشیم. ممنونم که میذاری بعضی وقتا فوتبال نگاه کنم. بعضی وقتا یعنی همیشه نه؟ همیشه نه، بعضی وقتا دیگه. ممنونم ازت که به خاطر من شبا زود میای خونه. ممنونم ازت که به خاطر من فیلم ترسناک کمتر نگاه میکنی. درساک ببینی؟ خیلی. تو اعصابش چه خراب شد. ممنونم ازت که همیشه پشتمی. ممنونم ازت که کمتر جارو برقی اومدی تا جارو بکشم. بمیرم. جارو برقی زیاد دیدین دسته؟ خب دیگه میگم بچه دولا اومد بالا. بعد میفرمودید. تشکر نمونده. ممنونم ازت که اینقدر دوستم داری، اینقدر قشنگ نگاه میکنی. ممنونم ازت که همیشه غافلگیری های خوبی پیشنهاد میدی. ممنونم که تو خورشت کرفس سبزی قرمه به کار میبری. خیلی مهمه. خیلی مهمه. من این سبزی کرفس و اینا رو دوست ندارم، اون برگ کرفسا رو. با سبزی قرمه این ساقای کرفس رو میریزن میشه خورد. قشنگ ما مردای ایرونی یا غذامون درست باشه، 2-3 تا لباس هم اتو خورده باشه، کلن حالمون خوبه. 19 مورد خواهش می‌کنم. بفرمایید. مینیمم رو فراموش نکنید. 1 رو بفرستید به 101790. همون لحظه که دانلود میکنید 50,000 امتیاز میگیرید، 50,000 سکه و میتونید از امکاناتی که در مینیمم هست استفاده کنید. سوا اینکه میتونید در رای گیری شرکت کنید، رای بدید به خانواده باحال، به زوج باحال که بیان تو فینال و 5,000 سکه دیگه هم میگیرید با هر رای دهی. اتفاقات جذابی داره، قرعه کشی، جایزه و غیره. این دو عزیز رشیدی که میبینید پشت سر من ایستادن در یک ارتفاع مشخص و معین، 2 تا چکش انقدی که نه خیلی بیشتر پشت سرشونه و قرار اتفاق باحالی بیفته. بگم چی میشه. از خانم ها سوال شده، چندین سوال مختلف در حوزه‌های مختلف و خانم ها جواب دادن. الان هم خانم ها این سمت رو دارن نگاه میکنن که تقلب نرسونن. ما از عزیزان سوال میکنیم همون سوال رو، اگه جوابشون همون جواب همسرشون باشه که هیچ، خیلی عالی. اگر نه 4 بار میتونن خطا کنن. به ازای هر خطا چکش ما 1 مرحله میره عقب و در مرحله 4 رها میشه و عزیزمون حالا کجا پیاده میشه خدا میدونه. ما تخمینمون بر اثر اتفاقات کنونی، کارشناسا گفتن کف میدون آزادی، تلاش میکنیم بگیریمشون.
به افتخارشون تشویق بریم شروع کنیم سوالات. آقای رجب علی، تاثیرگذارترین فرد در زندگی همسر شما چه کسی است؟ فکر کنم مادرشون. خانم؟ بله. به افتخارشون. آقای بیات، همین سوال، تاثیرگذارترین فرد در زندگی همسر شما؟ فکر کنم مادرشون. خانم؟ به افتخارشون. البته میگن دخترها بابایی هن، ولی مثل که مامانی منشون مادر. خیلی آقای بیات، بهترین روز زندگی همسر شما چه روزی است؟ روز خواستگاری بود. خانم؟ روز ازدواجمون. روز ازدواج. یه مرحله میره عقب. ماشاءالله چارشونه هم هستی، بیفتی اتفاقی نمیفته. فقط این زیر در جریان باشید یه سری سیخ‌های چوبی کوچیکه، چیزی نمیشید، احتمال داره یه باد بدن بخوابه. عزیزم آقای رجب علی، بهترین روز زندگی همسر شما؟ بهترین روز زندگیشون یه سوپرا، یه شگفتانه‌ای داشتم براشون. شگفتانه رو خوب آره، اومدی. یه متشکرم که عروسکی پارسی. خریده بودم براشون، فکر میکنم همون. چی خریده بودین؟ یه عروسکی براشون خریده بودم، بزرگ بود. عروسک بزرگ خریدین برای؟ بله. عاشقانه قشنگ. چرا خندیدین؟ عاشقانه قشنگ. این به هر خرسا حال از همین خرسا. بله. همین خرسا انگار داریم میبینیم. نه یکم بزرگتر بود دیگه. خرس از این خرسا. قشنگ خرس خریدین. یه خرس خریدیم. بله. هست الان در منزل؟ هنوزم عکسشو هست. بعداً بفرست ببینید. چشم. خانم بفرمایید. بله. خرسه بود؟ ببخشید، یا خانم یادش نیست چه جوابی داده یا من دارم اشتباه میخونم؟ نه منم گفتم سالگرد سالگرد خرج همین؟ برونمون بود دیگه. خرج برون. سالگرد خرج برون همون روز چجوری من. میشه؟ شنیدین؟ خرج برون یعنی همون خرجی نامزدی. که به برونه. معنیشو کامل فهمیدم، به افتخارشون خواهش میکنم. آقای رجب علی، همسر شما ترجیح میدن 2 میلیون تومان پول داشته باشن یا شما واسش غذای مخصوصش رو بپزی؟ نه، 2 میلیون تومان رو ترجیح میدن. 2 میلیون تومان. مگه خانوما مثل آقایونن همش شکم و غذا و فلان؟ دو تا 4 تا، نه 3.5 نه 1.4. عزیزم خانم شما ترجیح 2 میلیون. اصلا بی وقت به 2 میلیون. حالا خانم‌ها یه موقع دلگیر نشن، خانم‌ها ریاضیاتشون خوبه کلا. آقای بیات، چه چیزی همسر شما رو خیلی میترسونه؟ از دست دادن من. بمیرم برات. اذیت. عاشقانش. خانم بفرمایید. تاریکی. آقا جان میخواستم من تاریکی. فوبیاشو میخواستم بگم. چرا؟ به نظر شما از دست دادن شما ترس داره؟ آقا به دست میدونستم آوردن ترسناکتر بوده. آقای رجب علی، چی همسر شما رو میترسونه؟ قاعدتا از دست دادن من که نباید نه باشه. اصلا اون که اصلا بهش فکر نکن. سوسکه. اما حشره. آقا بفرمایید که اگر همسرتون، این خیلی سوال مهمیه، اگر 1% اشتباه جواب بدید قطعا سالم خونه نمیرسید. من الان دارم هشدار بهتون میدم. اگر همسرتون الهی بمیرم چی شد 24 ساعت نامرئی بود، چه کاری انجام میداد؟ دنبال آقایون میومدن، دنبال ما میدن. دنبال شما بیان چیکارتون کنن؟ نه چرا؟ یکی دیگه بگم، دنبال ما میومدن دیگه. خانم چیکار میکردین؟ آره دیگه دنبالش میرفتم اینم چیکار میکنه. دارین شسته رفته میکنید قصه رو؟ نه همین بود. دید زدن. آره همونه دیگه. منظور همونه، یعنی میخواستید ببینید کجا میره چیکار میکنه. به افتخارشون. دیگه گفتین چیکار میکنن؟ آها، گفتین یعنی گفتی میاد جواب محل یکی. کارم، پشت سرم میاد ببینه چه کار. یعنی تو محل کارت ممکنه کار خاصی بکنین؟ تا الان تو محل کارتون نه، اتفاقی نه. افتاده؟ نه منو نگاه کن. نه ایشون روشون منو ببین. کاملا مردونه است محل کارم. کاملا مردونه است. آره. به افتخارشون. درست جواب. آقای بیات، اگه خانم شما 100 میلیون تومان داشته باشن چیکار میکنن؟ فکر کنم گوشی موبایل میگیره. خانم؟ کارگاه میگیریم، کارمون رو بزرگ میکنیم. کارگاه، کارآفرینی. به افتخارشون، به افتخار خانم. یعنی آقای رجب علی، اگر خانمتون 100 میلیون داشته باشن چیکار میکنن؟ ماشین میخره. ماشین میخرین؟ به کارگاه افتخارشون. مگه میشه بخری آخه؟
واسه من میشه کارگاه بخری باید که بخری دیگه. و در این لحظه چون 4 تا خطا داشتن چکش ما تو مرحله آخرش آروم آروم رها میشه و آقای بیات تا ثانیه‌های دیگر به استخر بادکنک ما ماشاءالله بیات جان درد نداشتی عالی. ما همه تلاشمون در آیتمامون این پروتکل‌ها رو رعایت کنیم. تلاش داریم میکنیم. آیتم داریم که خیلی جذابه. عزیزانم با همراهانشون خانواده هاشون روی صحنه اومدن که دارید میبینید. در این آیتم ما یک سوال میپرسیم که قبلا از 100 عزیز پرسیدیم و جواباش مشخصه و این جوابها پشت سر من در تصویر شما میبینید در جعبه های خالی نهفته شده و درصد بندی شده، تعداد بندی شده. یعنی ممکنه یک جواب رو 20 نفر گفته باشن، یه جواب رو 30 نفر و قصه های این چنینی. 2 عزیز ما به من اضافه میشن و من توضیح میدم قراره چه بکنیم. خواهش میکنم به افتخارشون. بفرمایید. ما یک سوال میپرسیم که 7 جواب داده پشت سر ما هست. درست؟ عزیزانی که اینجا ایستادن هر عزیزی زودتر زنگو بزنه، یعنی بعد از خوندن سوال میتونه جواب رو بگه و عزیز بعدی هم همچنین. روی صفحه میبینیم اگه جواب درست باشه رو صفحه میبینیم. هر عزیزی امتیاز اون جوابش بیشتر بود میتونه انتخاب کنه که خودم و همراهانم ادامه میدیم در واقع این جعبه ها رو پر کنیم یا تیم روبرو رقیبمون. بخونم. سوال جالبیه بچه ها طراحی کردن. از 100 پدر و مادر پرسیدیم بیشترین نصیحتی که به فرزندان میکنید چیست؟ کی زد؟ من. راست میگی؟ درست. بفرمایید. ادب و احترام. ادب و احترام. ببینیم مؤدب موندن 25 نفر. خب 25 نفر از 100 پدر مادر عزیز گفتن مؤدب بودن. حالا شما جواب رو بدین ببینیم عدد بیشتره یا کمتره. احترام بزرگتر. احترام به بزرگتر. ببینیم داریمش نداریمش ولی به افتخارشون. خب آقای رجب علی آقا شما الان میتونید انتخاب کنید با خانواده این مسیر رو پر کنید یا تیم روبرو. بیاریم توی تیم میبریم. خودتون انجام میدیم. بله. خیلی خوب. ما پس بریم سر جاها وایسیم که ادامه قصه رو بریم. درسته؟ بفرمایید. بفرمایید. تشویق بفرمایید لطفاً. با مشورت خانواده گزینه بعدی چه میتواند باشد؟ یکی از چیزهایی که پدران خیلی تاکید دارن اگه گفتید چیه؟ اگه گفتید این که خواهش میکنم کولر رو خاموش کن. مثلا یه مطلب مهم. ولی خدا رو شکر هوا سرد شده دیگه پدرها به کولر کاری ندارن. عزیزانم صبح شد. یه دونه بگیم الان دیگه بعد دونه دونه بریم جلو. اگه 3 تا خطا داشته باشید میره سمت رقیب. بگو شما. یکیشو بگید. درس خوندن. ببینیم به افتخارتون. خب بعدی به سرعت خواهش میکنم. به سرعت 10 9 8 بفرمایید. شیطنت نکردن. شیطنت نکردن. اگر نزدیک اونم باشه قبول میکنیم. بچه حالا صلاح بدونن قبول میکنن. شیطنت نکردن یعنی بشین سر جات آروم باشم میشه. نداشت یه شانس شده افتادید. بعدی خواهش میکنم. 3 2 دروغ نگفتن. یه رب به 2 دروغ نگفتن. چه دروغ نگفتن؟ یه رب به 1 دروغ نگفتن. میبینیم یا نمیبینیم یا چی؟ خیلی نزدیک شد. خیلی داره کار میره. یعنی دروغ نبودن اگه نباشه. یه چیزی بگم این از اون آیتماست که اگه یه گروه از دست بده احتمال باختش زیاده در کل مسابقه چون آیتم پر امتیازیه. بریم بعدی. مرتب بودن. این معمولا مامانا خیلی دوست دارن بچه‌هاشون مرتب باشن. اگه نباشن
نبات حالا 2 تا خطا داشتن، یه دونه خطا دیگه داشته باشن بازی میاد سمت رقیب و بازی عوض میشه. بچه‌ها گزینه آخرتون رو بگید. دروغ نگفتن رو نه گفتم و مسواک زدن. چی شده؟ نه نیستش. نشو تشویق بفرمایید، نصف نیمه نباشه. بازی جذاب شد، بازی برگشت این بر. الان یه اتفاق داره میفته، یه دونه رو درست جواب بدید شما بازی رو بردید، امتیازهای عزیزان میاد برای شما. اون یه دونه رو اشتباه بگید دوستان بازی رو بردن. کسب روزی حلال. کسب روزی حلال. ببینیم به افتخار خانواده رجب‌علی. الان میگم خدمتتون. به دست خوش به افتخارشون. خیلی خوب، کسب روزی حلال نبود، اما با تشویق شما عزیزان دونه دونه باز میشه این اتفاق. بریم تشویق کنیم ببینیم نصیحت‌ها چی بوده. من گفتم اول نماز، بعدی تنبلی نکردن، ولخرجی نکردن، کمتر نخوابیدن و گزینه آخر بتالت چقدر سخت بود. به افتخارشون خواهش میکنم. تشویق کنید سامان گلریز رو، مرد پر انرژی آیتم آشپزی. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. سلام. خیلی خوش اومدید. سلام. خیلی خوش اومدید. سلام به همه. عیدو به همتون تبریک میگم. عید شما. امیدوارم همتون سلامت باشین و بهتون خوش بگذره. آقا خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. قراره دوستان چه بکنن؟ قراره برای ما مرغ برگر درست کنن. به براشون امکانات چیدمانش رو کامل گذاشتیم. بله. و این دیگه سلیقه‌ای اون چیزی که به ما میخوان ارائه بدن. شما 4 تا 25 امتیاز اگه اشتباه نکنم خواهید گرفت. چجوری در واقع مزه‌دارش بکنید، طبخش، اون در واقع طراحی و خوشگل کردنش، چیدمانش. لطفاً صفحه های چدنیتون رو بزنین روی آتیش. 3 2 1 با تشویق شما بفرمایید. برگر و این شدنیات تو چه زمان بندی باید درست شه؟ خیلی سریع، تقریبا میشه گفت 2 تا 4 دقیقه براش کافیه اگر بوتش نازک باشه. بین 4 تا 5 دقیقه. این ظروفای شدنی نالینو شاهکاره. بسیار عالی، بسیار عالی. من یه توضیح بدم به شما در مورد آقای باربود. آشپزیشون خیلی خوبه ها. یه سری نکته آشپزی گفتن دیروز تو حرفاشو من کیف کردم. زنده باشی. آگاهیتون از پخت آشپزی تو شدن عالی بود. اینم من بگم که این نالینو خیلی سلامت محوره. خیلی نکاتی که شما دیروز گفتیم اصلا فکر نمی‌کردم در مورد این موضوع اینقدر خوب صحبت کنی که روغن نمیخواد و از طرف خطدار یا تخت. خیلی خوشحالم. محبت داریم و این که عادت غلط داریم از روغن و این اتفاقات و داستانا زیاد استفاده میکنیم. این ظروف شدنی فکر کنم خیلی کمک میکنه که ما سلامت‌تر غذا رو طبخ کنیم. ببینید بزرگترین نکته ظرف شدنی که اصلا روغن نمیخواد. یعنی آشپزی باهاش روغن نمیخواد. واقعا احتیاجی نداره. دقیقاً. هم برای همین اصلا شعار سلامت محور رو داره. این آیتم آشپزی مثل این که حالا ادامه داره. بریم جلو ببینیم آخرش چی میشه. اینقدر رعایت پروتکل سخته، ما میخوایم بریم وسط کار ولی نمیشه. آخرین باری که آقا رجب‌علی آشپزی امروز صبح چی پخته؟ املت مخصوص خودش. اصلا مردی نداریم املت مخصوص خودشو داشته باشه.
من اول چیدمان رو با هم نگاه کنیم. بله این برش برگر خیلی مطلب مهمیه، چون همیشه عزیزانی که ناشی هستن وقتی میبرن دل روده یه برگر میریزه بیرون. ما تخصصم برش شد. تشریف بیارین اینجا. چیکارش کنم؟ میخوایم توش رو ببینیم با هم. عالی. حالا میریم برای مزهش. من یه توضیح بدم، من قبل از اومدن روی صحنه دستامو حسابی ضد عفونی کردم. اینی که لطفاً منم همینطور الان الکل زدم. متشکرم آقای گلریز عزیز. یا حسین. آقا بزن خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. آفرین. 50 تا برای مزه و چیدمان تا اینجا بهتون میدم. من 25 تا همینجا به خاطر شلوغی کم میکنم چون خیلی آیتم مهمیه برای ما مهم نیست. این برای ما مهمی که خیلی اسراف رو میبریم. میبریم؟ کجا میبریم؟ اضافیاشو قرار به خاطر این جمله 25 تا بهت میدم. همه رو میبریم. آقای گلریز چقدر گرفتن امتیاز عزیزان؟ 3 تا 25 تا گرفتن. 75 تا به افتخارشون. آقا بله. اوه این خیلی شله. نه یه کمی خلوته توش، یعنی ببینید رنگا و زیباییایی که اون داشت ولی برای من مزه‌ش هم مهم. عالی. حرفی برای گفتن ندارم و من همینجا این برنامه رو ترک میکنم چون غذامو خوردم. آقای گلریز به گروه مقابل هم 75 امتیاز داد. بعدم از من یه یادگاری خوب و بار بود. یه یادگاری میگیریم بهتون 2 تا ظرف شدنی میدیم که مال نالینو که همیشه ازش لذت ببرید. هم آشپزی تو طبیعت میتونید باش بکنید، همه کار میتونید، یعنی بهترین آشپزی ها رو میتونید باش بکنید. ولی نکتهش اینه که بدونین نباید روغن، نباید زیاد نمک. ما یکی از اهدافمون در این برنامه هم واقعا سلامت محوریه و خواهش میکنیم از همه بیننده هامون مواظب خوردن نمک و روغن و اینا باشن، سلامت داشته و در ضمن پروتکل‌ها هم رعایت کنن. بسیار عالی. به افتخار سامان گلریز میریم برای آیتم بعد. قربون شما. خانم و آقایان به آیتم کیک ما خوش آمدید. قرار سوالایی رو به صورت ضبط‌دری بپرسیم. خانم ها باید جواب بدن اما میتونن با آقایون مشورت کنن. به ازای هر خطا من یک بار عقربه رو میچرخونم، روی یک عددی میسته. اون عدد رو مثلا 3. هر خانوم اگر اشتباه جواب دادن باید 3 بار دستگیره رو بچرخونن. ما هیچ کدوم نمیدونیم این ظرف خامه کی برمیگرده. پس لحظه ای که برگشت اون گروه بازی رو باخته. آماده اید شروع کنیم؟ از خانواده آقای بیات. خانم بفرمایید بهترین سن ورود کودک به مهد کودک چه سنی است؟ 4 سالگی میرن مهد کودک، بعد 5 سالگی. 11 4 سالگی مهد کودک، 5 سالگی 3 ماهگی 4 سالگی یعنی شیرخوارگی 4 سال 3 بفرمایید 3 الی 4 سال 3 الی 4 سال فکر می‌کنم. به افتخارشون 3 سالگی. بله خانم بفرمایید بهترین زمان جدا کردن اتاق کودک از والدین چه زمانی است؟ 24 سالگی نه 5-6 سالگی خوب. چند؟ شاید 5-6 سالگی. نه کودک را باید بین 2.5 تا 3.5 سالگی رها کنی بره بر خودش. آها این یه مسئله گناه داره، مسئله احساسی، من در جریانش نیستم. اجازه بدید لطفاً. اگه 5 بار بیاد که خامه خورده. خانم 1 بار تمایل به 1 داره، 1 بار لطف میکنید. یا خدا من بیشتر دارم میترسم. 1 بار چرخوندین؟ خانم بیات بفرمایید رشد کودکان در چه فصلی بیشتر است؟ زمستون انقباضه.
رشد کودک در چه فصلی؟ تابستون. تابستون. به افتخارشون دست نزنید، خواهش میکنم دست نزنید. اشتباه گفتن. یعنی چی؟ چه معنی داره؟ در بهار. در بهار. بله. در تابستون بچه باید بره استخر. 4 بار خانم بچرخونید. این قطعا خورده. یعنی ببین علی بیات این خورده. آره تمام. خانم چشما رو ببندید، سر داخل دایره. اومد بالا. من چون میدونم که این به سمت مام حمله میکنه. چند بار؟ 4 بار. نخور. به افتخارشون خواهش میکنم. خانم بفرمایید اسم شاعر بلند آوازه ایرانی وحشی بافقی به چه معناست؟ بفرمایید. الان محل تولدشه. محل تولدشونه؟ معنای وحشی بافقی؟ بافقی یعنی خیابون وحشی کوچه بافقی منظور؟ نه بافق یزد. من خیابون وحشی تا حالا نشنیدم. بافق یزد فش. آره با قسمت دومش مال یزده. قسمت دومش مال یزده. اون که قطابه. به معنای گوشگیر و آرام. یه تشویق به افتخارشون برید. چون قطعه به یقین با این شمارش بعدی چشمونو ببندید. بانو چشمونو ببندید. اجازه بدید. صفره. اجازه بدید. من چه رو صفر اصلا وای نمیسته. 1 بار. نمیدونیم چه اتفاق. برعکس این دفعه برعکس. بریم 3 2 1. این دفعه ما بردیم بابایی. بیا حالا داشتون یه فاصله بگیریم صورت رو باز کنیم فقط. اینا چه خوشمزه است این بخورش. سلام وقتتون بخیر. آقای دکتر لاور یکی از کارشناسای کاردرست برنامه‌مونن که برامون چالشی خارج از رقابت مسابقه تدارک دیدن و قرار یک تکنیک و مهارت باحال رو بهمون آموزش بدن. بریم ببینیم چه خبره. یکی از اتفاقاتی که تو زندگی ما زیاد اتفاق میفته و دست و پنجه باش نرم میکنیم اینه که فرصت‌هایی که در کنار هم هستیم رو قدر نمیدونیم. شاید خیلی ساده ازش میگذریم. شاید اون قدری که باید بهش توجه بکنیم توجه نداریم. شاید یه تمرین ساده بتونه یه مقدار حال و هوامون عوض بکنه. یه تمرینی که اتفاقاً برای لحظات خیلی خوب و شاد طراحی شده. کما اینکه تو بقیه فرصت‌های زندگیمون هم حتما به دردمون خواهد خورد. خودتون رو بذارید توی موقعیتی که فقط 1 هفته دیگه وقت دارید تا با همسرتون زندگی بکنید و باید آخرین نامه زندگیتون رو به همسرتون بنویسید. یه نامه‌ای که میتونه خیلی از اتفاقات زندگیتون رو رقم بزنه. ما در خدمت خانواده محترم رجب علی هستیم و از سرکار خانم خواهش میکنم که یه متن نامه‌ای که همسرشون نوشتن رو واسمون بخونن. من به تو یه زندگی مدیونم، یه زندگی کامل با تمام احساسات، خوشبختی‌ها، پیشرفت‌ها و تمام چیزایی که روزی با هم برای اونا تو این دنیای کوتاه برنامه ریزی کردیم. بی اندازه دوستت دارم و کلی حرف نمونده دیگه. فقط اول از همه علی رو حلال کن. دلم. به خاطر تمام کمبودایی که برای تو داشتم، چه از نظر مالی، چه عاطفی، چه مواظب خودت باش دختر خوب. روزه عاشقی من، روح من همیشه عاشق تو خواهد بود. واقعا اگه فرصت کم بود صفحه و برگه ها و شاید کمی نمیتونم بخونم برای نوشته ها مرور خاطرات قشنگمون، همونقدر هم که کوتاه بود روزامون. یادت نره. دوست دارم عزیز دلم، دوست دارم دختر جونم، دوست دارم علی. یه اتفاق خیلی خوب، یه اتفاقی که به راحتی میتونیم رقمش بزنیم. حالا که این فرصت رو داریم میتونیم حتما قدر این فرصت ها رو خیلی بیشتر بدونیم، خیلی جذابتر، قدرش رو فوق‌العاده پررنگتر و تجربه یه اتفاق مثبت وقتی که این نامه رو توی موقعیت بسیار خوب و شاد برای همدیگه بنویسیم و وقتی که عصبانی هستیم، ناراحت هستیم، اونو باز بکنیم و بخونیم و ببینیم چه اتفاقات خوبی تو زندگیمون میتونست رقم بخوره. الان هم میتونیم با یک آهنگ شاد یک پایان شاد بسیار جذاب و رقم بزنیم.
عالیه. خیلی زیبا بود. آقای دکتر خسته نباشید. بزرگوارین. ما این همه تلاش کردیم دوستان بخندن، شما اومدین گریه‌شون رو در آوردید. نه نکته خیلی جالبیه، خیلی جالبه. خانم آقایان دقت کنید، تو روزهایی که کنار همیم و حالمون خوبه یادمون باشه هر لحظه کسری داشته باشیم، هر لحظه یه عزیزی رو خدای نکرده کنارمون نداشته باشیم خیلی قصه میخوریم. همین الانه اگر با کسی قهر هستید، عزیزتونه، آشنای، فامیله، خارج از حتی همسر، همین الان بهش زنگ بزنید. خیلی لحظات زندگی کوتاهه و فرصت برای عاشقی کردن خیلی کمه. به افتخار زوج بعد تشویق کنید بیان تو صحنه. خواهش میکنم. مرسی عزیزانم. خانم خیلی ممنون از احساس قشنگتون. اگر ما مواجه بشیم با خانواده آقای بیات، یک اتفاق که همسرشون یک هفته دیگه بیشتر کنارشون نیست و نامه‌ای که به عنوان آخرین نامه میتونه واسه علی آقا بنویسه و الان از علی آقا میخوام که این نامه رو بخونه. به نام خدا. علی عزیزم، الان که دارم برات این نامه رو مینویسم اشک امونم نمیده. یه بغض لعنتی ته گلومی که هر لحظه ممکنه بشکنه. میترسم اشکام بریزه روی کاغذ، آخرین گفته‌هام به تو رو پاک کنه. علی عزیزتر از جانم، عشق زندگی من، مرد زندگی من. خواستم برای آخرین بار ببینمت اما نتونستم. برای همین ترجیح دادم که بنویسم. دلم نمیخواد زندگی اون انقدر زود تموم بشه. هنوز خیلی کار هست که چرا توی این موقعیت قرار میدیم که باید انجام بدیم. کلی آرزو داریم که باید با هم بهش برسیم، اما انگار قسمت من و تو هم اینجوری شد. وای اصلا نمیتونم بهش فکر نکنم. سخته، خیلی سخت. نمیتونم علی، نمیتونم دل بکنم ازت. اینو بدون خیلی عاشقتم از ته دلم و از اینکه باید بقیه زندگی رو تنها بدون من ادامه بدی ازت معذرت میخوام. چه نکنم. اما یادت باشه که من همیشه حتی اون ور دنیام هر جا که باشم به یادتم و دلم میخواد که بخندی، چون تو قشنگتری خنده رو داری. تو همیشه مرد جذاب منو یادت نره. آخرش مهم تو رو جونم. خب ما میتونیم این لحظه رو کاملا با یک فرم شاد و جذاب تموم بکنیم وقتی که امید به این داشته باشیم که این فرصت ها همچنان برای ما میتونه ایجاد بشه، به شرط اینکه قدرش رو بدونیم. میتونه یه اتفاق خوب بیفته، ما این نامه ها رو برای همدیگه بنویسیم، یه جایی نگه داریم، توی پاکت بذاریم و توی مواقع حساس وقتی که دلمون ویژه تنگ میشه مرور بکنیم. اینها خاطرات بسیار شادیه که با یک آیتم شاد و جذاب میتونه یک پایان خوشایند رو رقم بزنه. خواهش میکنم. ماشاءالله یه تشویق جانانه. یه چند تا نکته جالب اونجا نشسته بودم، مریضم دیگه، ببخشید آقای دکتر. اولش علی آقا این لیست خرید میخوند. علی جانم کاهوست آب من داشت. علی اولش عالی بودی، بعد یهو اصلا من ربات صلیبی پاره کردم چرا اینطوری شد. اولش جدی بود بعد جالب بود. علی اون جاهایی که خانمشون تعریف میکرد ازش بغضش بیشتر میشد. تو مرد زندگی و جذاب من، چقدر خنده ها باحاله. یعنی اون برامنش کن خودش داشت با خودش حال میکرد چه خنده های جذابی. حالا آقای دکتر یکی از دوستان ما توی این موقعیت جدی انشالله برای هیچ کی پیش نیاد نوشته بود برای همسرش که من توی این روزهای آخر هستم و حالم خوب نیست. خانوش گفت من مزاحمت نمیشم، هر کاری می‌خوای بکنی بود، ادامه مسیر رو برو. بریم به افتخار عزیزانم. تشویق جانانه ممنون از آقای دکتر. متشکرم. بفرمایید.
زوجینو اینه، از قسمت اول با هم این رسم رو اجرا کنیم. یه آیتم نجات داریم که گروهی که امتیاز کمتری گرفته میتونه درخواست کنه برای اجرای این آیتم که اگر آیتم رو انجام بدهن آقای رجب و سرکار خانوم بازی رو میبرن و اگر انجام بدن شما هم یک بار میتونید آیتم نجات رو درخواست بکنید. موافقی؟ شما درخواست میکنید نجات رو، به افتخارشون آماده میشین برای آیتم نجات. این آیتم شانسی دوباره است برای شما. اگر که شما درست نگید به حسب امتیازات قبلی خانواده رجب علی امشب رو برنده از این مسابقه خارج میشن. حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ آقای علی بیات که الان بین ما نیستن و آقای رجب علی هم نیستن چون نباید باشن، 10 خصوصیت بارز خودشون رو اعلام کردن به بچهای ما پشت صحنه. از بین اون 10 خصوصیت خودشون اعلام کردن که 3 اخلاقشون، 3 خلقشون خیلی بارزتره. باید به کمک همراهان دیگر تشخیص بدن اون 3 اخلاق بارز آقای بیات کدومه. 3 بارم جای خطا کردن دارن. بدون فوت وقت بریم رو صحنه ببینیم چه اتفاقی میفته. 3 اخلاق، 3 صفت از علی بیات که بارزتره رو در جای خالی پر کنید. بریم سراغ اولی. طناز و شوخ‌طبع. خب اولی رو ببینیم چی باز میشه. طناز و شوخ‌طبع دوستان انتخاب کردن. به افتخارشون. خانم رجب علی داره خطرناک میشه ها. بریم برای دومین قصه. به نظرتون کدوم اخلاق؟ پرکار و جویای نام. پرکار و جویای نام. نه پرکار و جویای خانومش داره میگه. بریم ببینیم کدوم قصه پرکار و جویای نام میتواند باشد یا خیر. آیا نه نه شما چرا اینقدر ناراحتی؟ قابل اتکا. 1 خطا زدید. گزینه بعدی کدوم میتونه باشه؟ به نظرتون کدوم یکی از اخلاقای بارز علیه؟ 3 اول معاشرتی بگم یا مسئولیت پذیر؟ 1 اعلام کنید لطفاً. مسئولیت پذیر. کدوم گزینه؟ مسئولیت پذیر. مسئولیت پذیر رو میبینیم در گزینه ها هست یا نیست؟ نیسته. خب گزینه آخر خانم رجب علی به نظرتون میتوانن بگن یا نمیتوانن بگن؟ میتونن. با انرژی میتونن. بسیار عالی. گزینه آخر رو بفرمایید. معاشرتی و خونگن. با مشورت شد. معاشرتی قبلا کردیم ولی یه لحظه الان اینجوری گفتین استرس گرفتم. شک کردین؟ پر هیاهو و صمیمی چی؟ بفرمایید. معاشرتی و خونگن. معاشرتی و خونگرم. اگر غلط بشه بازی تمامه. آره دیگه اشکال نداره. ضربان قلب من تون میزنه. وای دو جای خالی رو برای ما پر کنید که خانومشون کنجکاو شدن ببینن چی گفته. به خدا خواهان جلب توجه شما گفتید پر هیاهو و صمیمی. به افتخارشون خواهش میکنم. عجب رقابتی بود. چه زوجوی چه خوب بودن اینا، چه رفاقتی داشتن. آقا ما اصلا توی برنامه منتحالا همچین قسمت باحالی نداشتیم. انقدر پرشور، انقدر اولین قسمت بوده؟ اولین قسمت بود ولی خب خیلی پرشور و هیجان بود. بله خب بعدیاش هم خیلی بهتر میشه. بعدیا قطعا خیلی پرشورتره و من از همینجا تبریک میگم به برندمون. جاشون رو توی جدول محکم کردن. در قسمت‌های بعد میبینیم که زوجهای دیگه زوجینو در این جدول قرار میگیرن تا مشخص بشه کدومشون بالای جدول میمونه و جایزه کمک هزینه ایجاد کسب و کار رو دریافت میکنه. بسیار خوب. تبریک ویژه به شما عزیزان. انشالله مبارکتون باشه و خسته نباشید به شما عزیزان. آیتم شانسی بود. به هر حال نزدیکم بودن ولی اتفاق عجیبی نیفتاده. چرا که شما از طریق اپلیکیشن مینیمم میتونید به زوج محبوبتون فارغ از امتیازات برنامه رأی بدین که ما در فینال ببینیمشون. این یه نکته این که برنامه امشب ما افتتاحیه و شروع قسمت اول مسابقه زوجینو بود.
حتما و قطعا ایراداتی داریم و حتما و قطعا در طول هفته ها با تلاش بسیار زیاد رفقای خوب من که چند ماه تلاش میکنن این برنامه به آنتن برسه رفع میشه و کنار همدیگه بهمون خیلی خوش میگذره. شما وقتتون رو به ما میدید، ما وقتتون رو میگیریم، مهمون خونتون میشیم، اما قرار کنار هم خوش بگذرونیم و در پس این قصه پیامهایی رو به هم بدیم، درد دل کنیم، عاشق‌تر باشیم، مهربونی کنیم و برای لحظات کوتاهی که کنار هم داریم خاطره سازی کنیم. حتما و قطعا همه شما عزیزان در این محفل ما شریکید و اگر شما نباشید این برنامه به سرانجام نمیرسه. خیلی مخلصیم، حتما ما رو دنبال کنید. امشب هم خیریتی بود که برنامه ما در آغاز مصادف بشه با آغاز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که مطمئنم این خیریت و این حال خوب میتونه کمک کنه ما برنامه خوبی رو جاشون رو توی جدول محکم کردن. در قسمت‌های بعد می‌بینیم که زوج‌های دیگه زوجینو در این جدول قرار می‌گیرن تا مشخص بشه کدومشون بالای جدول میمونه و جایزه کمک هزینه ایجاد کسب و کار رو دریافت می‌کنه. خوشبختی و سالهای بسیار شاد دارم، همچنین برای شما عزیزانم. امیدوارم در کنار همدیگه زندگی فوق‌العاده خوبی داشته باشین. با تشکر از همکاران پشت صحنه‌ام که بسیار زحمت میکشن، منتظر ما باشین. دوستتون داریم و امیدوارم بهترینا براتون اتفاق بیفته. شبتون خوش، خداحافظ. علی